تو پیج متریالمون این گل رو دیده بودین، خیلی سوال کرده بودین که این به چه صورت درست میشه. امروز میخوام بهتون آموزش بدم. ببینین این در واقع حالت گلبرگ که هستش، این طرح با روبان 7 سانت درست شده. این 7 سانتی هستش و این که شما حتی با پارچه هم میتونین درستش کنین. الان اینجا پارچه من تافته هستش، حتی میتونین تلفیق کنین. وقتی که تلفیقی هم کار کنین، مثلا هر کدوم از اینا چون از 3 تا 7 سانتی درست شده، هر کدومشون یه رنگ میشه و یه تونالیته خیلی خوشگل میده. اینجا برای ما این تونالیته ایجاد شده به خاطر اینکه این خودش دو رنگ هستش. خب من میام چیکار میکنم؟ این اول این پارچه هام رو یا حالا روبانم و هر چی که دارم 7 سانتی، این مربعای 7 سانتی برش میزنم. دور تا دورش رو به این صورت فندک میکشم. ببینین به این صورت دور تا دورش رو کاملا فندک میکشم. بعد از اینکه دور تا دورش رو فندک کشیدم، یه تا به این صورت میزنم و اینجاشو اتو میکنم. اگر اتو نکنینم میشه انجام داد، ولی اگر اتو کنین خیلی راحت تر اجرا میشه. هر چقدر پارچتون سر بخوره رو هم دیگه، این کار یکم سخت تر هستش و به مهارت بیشتری نیاز داره. خب من اومدم 3 تا درست کردم به این صورت. یه دونه از روبانم، 2 تا هم از پارچه تافتم. حتی شما میتونید 3 رنگ درست کنید. الان اینجا 2 تاش یه رنگه، یکیش یه رنگ، شما میتونید 3 تا درست کنید. یه تونالیته خوشگل درست کنید. خب من این 3 تا رو میذارم داخل هم دیگه به این صورت. بعد از اینکه گذاشتم داخل هم، یک بار تا میکنم به این صورت در میاد و یک بار دیگه هم ببینید از این سمت، ببینید الان همه اینها تو این قسمتن، مرتبشون هم میکنم. یک بار دیگه هم تا میکنم. یعنی من چیکار کردم؟ 2 بار تا کردم. ببینید الان اینجا من یه سطح صاف دارم، مثل همه اینها یه سطح صاف دارم و نزدیک 6 تا درسته. 6 تا هم دونه دونه این قسمت پارچه دارم. این به این صورت که در اومد، میام چیکار میکنم؟ از داخلش با یه پنس شروع میکنم. 2 تا 2 تا میگیرم. با نوک پنستون بگیریم. 2 تا 2 تا میگیرمش با نوک پنسم، شروع میکنم به پیچیدن. سعی کنین که پنستون رو باز نکنین تا اونجایی که میتونین. اولش یه مقدار سخت جلو میره، ولی بعد از این که تموم شد هم میتونین درستش کنین. یعنی وقتی پیچیدین میتونین ایرادش رو رفع کنین. الان این خیلی خوب شد. یه 2 تایی دیگه اینجا دارم. اولش سخت جلو میره و بعد دیگه درست میشه. با دستم یه ذره حالتشون میدم. اونی که میخواد بازشه رو میبرم بالاتر. سعی کنین با این دستتون بهتر نگرش دارین. ببینید اونی که میخواد بازشه رو دوباره میپیچم، هیچ ایرادی نداره. با دستم هم نگرش میدارم. دوباره این قسمت رو میپیچم. به این صورت یک بارم انتهای کار آخری رو میپیچم. به این صورت. الان وسطیه رو یک بار دیگه مغزش رو باید بپیچم برم داخل. ببینید الان اینا به این صورت در اومدن. الان 2 رنگ این قسمت دارم و 1 رنگ وسط. اگر خواستین باز هم میتونین روش کار کنین. هر چقدر دوست داشته باشین میتونین روش وقت بذارین و کار کنین. از اینکه کاملا به این صورت درش آوردم، میام چیکار میکنم؟ تو این قسمت هم میتونم یه ذره‌شو برش بزنم به این صورت، هم میتونم با همین قد. ببینین اینجا ما برش زدیم. برش بزنم و با نخ نامرئی از داخلش یا از این قسمتش کوکای خیلی ظریف بزنم که در نهایت یه همچین ترکیبی به من میده. بعد از اینکه این ترکیب رو داشتیم، حالا هر جایی میتونین چیدمان کنین. ما حالا این نمونه جواهردوزی رو برای رو تختی آماده کردیم.
ما اومدیم تو این قسمت، حالا روی رومیزی هم خیلی کار جذابی میشه. اینها رو به این صورت گذاشتیم، این رو هم الان بهش اضافه میکنم و تو این قسمت کوک میزنم. حالا شما حتی میتونید جاهای دیگه هم به صورت حتی تکی استفاده کنی. مثلا این به این صورت قرار بگیره روی کارت و این قسمت انتهاییش رو ببینین من یه ذره فندک میزنم و این قسمت انتهایی کارم رو اینجا رو بیام جواهردوزی کنم. اینجا رو یه جواهردوزی انجام بدم، در عین حال که انتهای کارم معلوم نیست یه سری برجستگی اینجوری داشته باشم که لابلای کارم، یعنی دقیقاً کار ما همینه. امروز میخوایم این رو کامل بذاریم و اینها رو به صورت تکی لابلای کارمون اجرا کنیم. ممنونم که تا انتهای این آموزش همراه من بودین و مثل همیشه از ما حمایت میکنید.